خائنان ملی، شما وطنتان که مادرتان است به دست مزدورای بیگانه فروختین. واقعا اگر وجدان می داشتین از شرم او می شدین، اما اگر وجدان می داشتین شما خوی کار نمی کردین. وجدان ندارین. ایوان که ایوان است شاید کم رحم داشته باشه، اما شما اینقدر ظالم، اینقدر خدا ناترس، اینقدر بی‌عاطفه هستین که به قیمت جان مردم، به قیمت خون مردم شما جیبای کثیفتان پر کردین. واقعا منتظر معجزه خداوند هستیم. اگر خداوند یک معجزه کنه و از شر ظالما، از شر شما ظالما مردم ما را، وطن ما را، ملت ما را خداوند آزاد بسازه. اما به یاد داشته باشین مردم ما دوباره وطن ما را آزاد، آباد و شاد می سازه. به یاد داشته باشین.